سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکر میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد اجزای یک آهنگ است. در شروع ویدیو ما میخوایم که از دوستای بسیار عزیز ما به نام طاهر احمدی و جاوید یورش که ممبرشیپ سطح 3 خریدن و همچنان فیروزه نبی زاده که ممبرشیپ سطح 2 خریدن و اینا خواستن که از این طریق کانال مالی همچنان سپورت کنن تا که کانال بجاش ببانه، پایدار ببانه، تا که امکانات زیر داشته باشیم که از یک دیگه خود چیزای نو بیاموزیم. ما از اینا بسیار زیاد تشکری میکنم و ما از دوستای دیگه ما بسیار زیاد خوشمند هستم که اگر امکاناتش دارن لطفاً این کانال همچنان مالی هم سپورت کنن. یعنی که ما 3 سطح ممبرشیپ در اختیارشون گذاشتیم، اینا میتونن که ممبرشیپ بخرن و در مقابل پول بسیار ناچیزی که اینا پرداخت بکنن ما برشان درس های بسیار ویژه به خصوصی ما در نظر گرفتیم که هم کانال سپورت میشه و هم خود ما زیادتر رشد میکنیم. یعنی ما واقعا ضرورت داریم که به طور دستجمی این کانال استوار نگاه کنیم تا که ما امکانات زیر داشته باشیم که از یک دیگه خود چیزهای نو یاد بگیریم. دوستای عزیز، ما همچنان میخوایم از دوستای ما بسیار زیاد تشکری کنیم که ویدیوها را لایک میکنن، شیر میکنن و کامنت میگذارن. دوستای عزیز، لایک کردن شما بسیار زیاد مهم است. شما وقتی که ویدیو را لایک میکنین این باعث میشه که زیادتر دوستای ما این ویدیو رو ببینن. از او خاطر اگر ویدیوها خوشتون میاد لطفاً لایک فراموشتون نشه. یک آهنگ پاپ از قسمت‌های متفاوت ساخته شده. 3 قسمت یا 3 بخش یک آهنگ پاپ به نظر من مهمترین بخش‌هایش هستند. در موسیقی افغانی ما آستایی، انترا و موسیقی که در بین دوتا نواخته میشه به نظر من بسیار زیاد مهم است. و در موسیقی اروپایی و امریکایی کورس، فورس و بریج مهمترین اجزای یک آهنگ پاپ می باشه که کورس امو آستایی است، فورس هم انتراست و بریج یک قسمتی از آهنگ است که کاملا یک ملودی متفاوت داره تا که این شنونده را به یک حالت دیگه ببره. یعنی که موسیقی خسته کن برش نشه، یک چیز نو به گوشش بیه و مغز زیادتر لذت ببره. این 3 بخش از آهنگ به نظر شخصی خود من بسیار زیاد مهم هستند، ولی اجزای دیگه آهنگ ها همچنان مهم هستند که مهمترینشون این 3 قسمت بوده. میریم ما دیگه اجزای یک آهنگ پاپ بررسی میکنیم. دوستای عزیز، اناتومی یا ساختمان یک آهنگ پاپ از قسمت های متفاوت ساخته شده. ما شروع میکنیم از انترو. هر آهنگ یک انترو داره. در انترو یک موسیقی بسیار کوتاه است که دیدمی موسیقی کوتاه مکمل آهنگ تشریح میشه برای شنونده. یعنی دینامی انترو برای ما در گوش ما میرسانه که آهنگ در ماینر سکیل جور شده یا در میجر سکیل جور شده، کلیدش چی است. البته موسیقی که نواخته میشه در پایین ترین نوت های از موسیقی که آهنگ از جور شده از اون نوت ها استفاده میشه و این موسیقی جور میشه و اکثرا توسط یک آله موسیقی نواخته میشه و این موسیقی مخصوص مربوط امیش رو است و در هیچ قسمتی از آهنگ دیگه به گوش نمیرسه. بعد از انترو در موسیقی اروپایی ورس میاد، یعنی انتره میاد. در موسیقی اروپایی اول انتره شروع میشه اکثرا، ولی در موسیقی افغانی ما اول کورس خوانده میشه، یعنی که آستایی خوانده میشه. آستایی یا کورس چی است؟ این کلماتی است که هویت یک آهنگ مشخص میکنه. یعنی نام یک آهنگ به اساس از اینمی
کورس یا آستایی مانده میشه. این آهنگ به مون نام شناخته میشه چون که در تمام آهنگ این کلمات استفاده میشه و به مغز انسان بسیار زود جذب میشه و امون نام آهنگ تعیین میکنه. البته در بعضی از آهنگا ما در آهنگ افغانی متوجه نشدیم، اما در موسیقی اروپایی و امریکایی پیش از کورس پری کورس خوانده میشه. پری کورس چی است؟ یک قسمت توتی خرد است که اول خوانده میشه، باز بعد از او کورس میه. یعنی اول یک توتی که خرد خوانده میشه، باز بعد از او امو آستایی میه که آستایی، باز او توتی خرد دیگه قسمت ها بعد از انتره و اینا تکرار نمیشن، فقط پیش از امو آستایی یا کورس او خوانده میشه. ولی در موسیقی افغانی ما ایده متوجه نشدیم. بعد از کورس یا آستایی، میلودی که بین آستایی و انتره میه، این میلودی به نام انترلود یاد میشه. انترلود، فرست انترلود، سکند انترلود و ترد انترلود. یعنی اگر 3 تا انتره داشته باشه، ترد انترلود هم همچنان وجود می داشته باشه که اکثرا آهنگا 2 انتره و یا 3 انتره داره. بعد از فرست انترلود ورس خوانده میشه. ورس یا انتره. انتره یک آهنگ میتونه که 2 یا 3 انتره داشته باشه. در انتره هر انتره شعرهاش متفاوت می باشه، اما ملودیاش باید عین چیز باشه. و اصلا قصه امی آهنگ سر زمی انتره یا ورس می باشه. بعد از این که باز اماتر امی سکند انترلود است، باز بعد از او پس ورس خوانده میشه، یعنی ورس دوم خوانده میشه یا انتره دوم خوانده میشه. باز بعد از او پس سکند انترلود نواخته میشه و بعد از امی انتره دوم بریج خوانده میشه. در موسیقی اروپایی و امریکایی بریج یک قسمتی از آهنگ است که اکثر نوت‌های بسیار بلند استفاده میشه و کاملا یک ملودی دیگه است و برای است که آهنگ زیادتر جذاب شود، در گوش خسته کن نبیاید و یک تغییراتی در آهنگ آمده باشه که برای شنونده ها جالب بوده باشه. که ما میتونیم این بریجی که در موسیقی اروپایی و امریکایی استفاده میشه، ما او را شباهت بدیم به آلاب و تان و سرگمی که در مابین موسیقی افغانی و ایندی استفاده میشه و کار میشه. و بعد از او باز دوباره اموتر ادامه داره تا به آخر و بالاخره در آخرش اوترو است. اوترو چی است؟ اوترو قسمت آخر آهنگ است که آهنگ تمپوش آهسته میشه، صدام پخش خوانده میشه، صدا ولومش پخشتر خوانده میشه و در آهنگ یک فید اوت استفاده میشه، یعنی که آهسته آهسته آهنگ از گوش ما گم میکنن. به این شکل آهنگ جور میشه. البته ما فراموش کردیم بگوییم که موسیقی هایی که در بین لاین اول انتره یا آستایی از بین یک لاین اولش خوانده میشه، باز یک موسیقی کوتاه است، باز بعد از اون پس لاین دومش خوانده میشه. این موسیقی کوتاهی که در بین لاین انتره و یا آستایی خوانده میشن که به موسیقی اروپایی و انگلیسی کورس و ورس گفته میشه، در بین هر امو لاینش که وقتی که یک موسیقی که چوچمه این به نام استرینگ یاد میشه. و در موسیقی اروپایی و امریکایی بعضی آهنگاش همچنان سولو نواخته میشه یا سولو خوانده میشه. سولو چی؟ یعنی که در یک قسمتی از آهنگ است که تمام نوازنده ها استاپ میکنن، فقط یک نوازنده بسیار بلند می نوازه، یک چیز نو، یک چیز جالب و یا هنرمند میخوانه، تنها میخوانه و که گلون خود انسان هم یک عالی موسیقی است که دیگه نوازنده ها یا بسیار آهسته می نوازن یا کاملا
خاموش می باشن و تنها هنرمند یک چیز بلند میخوانه که به نام سولو یاد میشه. ولی همچون ما میتونیم که شباهت بدیم به آلاب و یا به تان و یا بعضی از افکت های دیگه که به شکل افکت خوانده میشه. گلون به شکل افکت های گلون نوتا به شکل تنایی نواخته میشه که ای به نام سولو یاد میشه. یعنی در بریج ای بود که ملودی کاملا متفاوت بود اما مکمل گروپ سرش کار میکنن، یعنی هم هنرمند و هم تمام نوازنده ها یک جای یک ملودی کاملا جدید می نواختن و یا می خواندن. ولی در سولو فقط یک نوازنده می نوازه و یا تنها هنرمند صدای خود می کشه و می خوانه و کاملا یک ملودی دیگه می باشه. این فرقشان است که این ما زیادتر در موسیقی افغانی تا حال ما قدر زیاد نتونستیم که تجربه کنیم، ولی مهم است که ما بفهمیم که اجزای یک آهنگ یا اناتومی یک آهنگ از چی تشکیل شده. دوستای عزیز، امیدوار هستم که اوقاتی که با ما بودین خوش گذشته باشه. کسایی که درسای آنلاین ما که بر روز شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از 6 به وقت اروپا است ایسا میگیرن، یعنی کسایی که به درسای آنلاین ما ایسا میگیرن اگر علاقه‌مند هستن ممبرشیپ های سطح سیوم خریداری کنن و ما در مقابل 25 یورویی که یا در ماه تحویل میکنن ما 4 روز درس آنلاین می داشته باشیم در هفته 1 ساعت که ما زیادتر همچنان سر آهنگا کار میکنیم، سر ازی که هر کس با نیروی خودش، یعنی یک کسی از یک سوال داره، یک کسی از سوال دیگه داره، ما با نیروی خود از اون سوالایشان جواب میدیم و زیاد کوشش میکنیم که هر کس به سطح خودش رشد بکنه و مخصوصا اگر کس علاقه‌مندی زیاد داشته باشن ما میخوایم که همچنان در کورس های آنلاین ما یاد بگیریم از یک دیگه که چطور ما یک آهنگ بسازیم. یعنی شما اجزای شعال دیدین میفهمیم، شما در تیوری بفهمین، این به فکرتون بگیرین و هر کسی که علاقه‌مندی داشت در درس‌های آنلاین حصه بگیره و ما کوشش میکنیم که همچنین یاد بگیریم که خود ما چطور یک آهنگ بسازیم. دوستای عزیز، بسیار از شما تشکر میکنم از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودین و ما را سپورت کردین. لطفاً کامنت فراموشتان نشه و ویدیوها را اگر امکانات دارین لطفاً شیر کنین با دیگه دوستا. تا هفته دیگه یا تا ویدیوی دیگه شما دوستای بسیار نازنینه به خدا میسپارم. بای بای.